به نظر شما یه بوکسور میتونه تو مسابقه کشتی موفق بشه یا نه؟ میلاد باباخان هستم، عضو تیم ملی بوکس. امروز میخوام برم کشتی مسابقه بدم. با ما همراه باشید. به تابون یا علی! دوتا آفرین، باریکلا. پا عقب میلاد، پا عقب، دوباره دوتا دیگه، باریکلا. آفرین، نگه دار. سلام دوستان، صبح بخیر. امروز پنجشنبه 16 مرداد، نه مهربان آذر، 16 آذریم. داریم میریم مسابقه کشتی بدیم. میخوام برم الان ورزشکشی بکنم. گفتن ساعت 7 باید اونجا باشی، الان ساعت 7:20 هست، هنوز نرسیدم. بریم ببینیم چی کار میکنیم امروز. مسابقه کشتی آزاد بزرگسالان. دیشب نتونستم خیلی بخوابم چون یه گلو دردی گرفتم. احساس میکنم سرما خوردم. طبیعیه، من همیشه تو مسابقه هم یه اینجور داستانی دارم. بریم ببینیم چی میشه. اومدیم توی سالن، بریم برای ورزشکشی. ورزشکشی کردیم 75 کیلو. یه ساعت دیگه شروع میشه. خب دوستان، ورزشکشی کردیم، حالا اومدیم یه کمی بزنیم بر بدن. خانه کشتی پهلوان امید نوروزی. اومدیم برای مسابقه. کم کم مسابقه داره شروع میشه، همه دارن گرم میکنن. یا علی! رو به جلو میلاد. آفرین، رو به جلو. قرمز اخطار. میلاد کشتی تو بگی کار نداشته باش. آفرین، رو به جلو. باریکلا. رو به جلو میلاد. آفرین، قرمز اخطار. خوبه، الان بهش اخطار میدن. مواظب. پا عقب. میلاد عقب، پا عقب. باریکلا. حالا پاشو. آفرین پسر. میلاد هیچ کار نمیتونه کنه. باریکلا. میلاد بزن. کار کن میلاد، کار کن. محکم میلاد هیچ چی نداره. قرمز اخطار. آفرین، دوباره برو پشت. به تابون یا علی! دوتا
آفرین باریکلا. پا عقب میلاد، پا عقب. دوباره دو تا دیگه. باریکلا. آفرین، نگه دار. میلاد بردیا، بلند شو ایست محکم. آفرین میلاد، فقط وایسا، هیچی نداره، هرچی بیاد امتیاز داده. هرچی بیاد امتیاز میده بهت. قرمز اخطار. رو به جلو میلاد، بیا پایین. میلاد صاف نشو. میلاد جان بیا پایین. حالا بتابونش دوباره. محکم بشین. دفاع کن. به راست. میلاد اوبر. میلاد نباید وایسی. صاف وای نسا. دست جلو. ضربه میزنه. مواظب. میلاد نرو بالا. بکش. دو تا آبی. میلاد برنده ای. بچسبش. میلاد نرو بالا. بتابون. دوازه چرا؟ دو تا 8 بوده میشه 12. 14 چرا؟ اعتراض. دوستان مسابقه دومم رو دادم. دندان آسیب دیده. بریم برای مسابقه سوم. انشالله که دندان چیز جدی نباشه ولی می جنگیم دیگه. بریم انشالله ببینیم چی پیش میاد. اهل بهونه آوردن اصلا نیستم ولی سرما که خوردنم سینم اذیت میکنه. یکم نفس کم میارم. علیکی گفتم دارم بهونه میارم نه. خب اینم برنز کشتی آزاد استان فارس. دندم آسیب دید و تو وزنمونم یکی از قهرمانای جهان بود. آقای فامیلشون اسکر بود کنم و قهرمان جهان بود.